وکیلای بسیار عزیز، فعلا همی جنگی که جریان داره امی منبع اصلیش کلی ما و شما بفهمیم از کجاست. عملا همی تیارایی که همی خطای طالب اکمال میکنه همی از کجا میه وکیلای مردم افغانستان. کدام میدان هوایی حکومتی است بین او وکیل امیر سرش تصمیم بگیریم. ما رئیس پارلمان ما عملا دیدیم در دنده غوری تیارات شده خطای دشمن اکمال کرده. تیارای کلان در خط بین طالب کارتنای مهمات و یاشره برشان انداختن. در خط یک روز یک شب ما بودیم دیدیم که بس طالب همی چیزایی که از آسمان برشان تیارا انداختن بردن انتقال دادن. او برادر چرا چه خب هستیم؟ چرا میترسیم؟ از چی میترسیم؟ این چیزی است که مردم شنیده بودن. او رئیس پارلمان مردم شنیده. ما بچه‌شم خود دیدم. این را من ساخته ندارستم دعوا که خارجی بود یا داخلی. رنگ نظامی اردو را نداشت. یعنی بی تیارایی است که یا از پاکستان است یا از جناب محترم و مواز امریکاست. از کدام جای دیگر نیست. واقعا این میگه بس که ما بچه‌شم خود دیدیم. یک تعداد مردم ما مهاجر شدن رفتن امکانات داشتن. همین مردم بیچاره غریب دیگه با ما شما رای داده همین یا کجا بروند. اما بلیاز خدا در خاک خونده این ولایت یک سال شدن. این میره ما بچه‌شم خود دیدیم. ما برادران بیاین یک رئیس پارلمان هیئت اداری و وکلای معظم بیاین یک جلسه اصراری بگیریم. امروز رئیس جمهور گپ بزنیم. امروز رئیس اجرایی گپ بزنیم. این چیزی است که بیخی چشم دیده است. چرا اینقدر تفاوت بشینیم؟ چرا تو خط بشینیم؟ نمیگیریم ماش 5 میلیارد دلاری که امریکا با ما کمک میکنه اما رو نکنه نمیخریم. موتر زیر سوار نمیشیم، بادیگارد نمیگردانیم، پلاو نمیخریم. قطع نان جواری باز دفاع از این خاک وطن وظیفه کنه مردم افغانستان است و به خصوص این وکیلا که این وظیفه‌اش از دفاع از مردم خود. چرا خب باشیم؟ رئیس بیرا دیدیم بلیاز خدا بلیاز قرآن بر روی گور و ارواح همی شهیدایی که رفته وکیلای کمی تکان بخورین. گپی دیگه ای که مداخله میگه مداخله نیست برادر، جنگ است. عملا شما در قندوز در بغلان بعضی جا خود من در پرکر جنگ کردم، در خط جنگ بودم. 9 نفر طالب کشتیم. کارتای پاکستانی در جیبشون. آل فوج مستقیم جنگ در افغانستان امروز مردم افغانستان کرده رئیس. اردی ما جنگ میکنه، پلیس ما جنگ میکنه، از او ستایش میکنیم. ولی ما شما هم دست بکار شیم که چرا سفارت پاکستان را بکشن از افغانستان، سفارت از افغانستان از پاکستان بخواه پارلمان یک فیصله کنیم. چرا چه وقت چه خب بشینیم؟ و موضوع دیگه جناب رئیس بعضی برادرها وکیل صاحب هر دقیقه من میبینم میگم مسئله دانه‌غوری شما امضا کردین. اگرچه من امضا نکردم در جریان نیستم، اما گپی خوب بود اگر عملی میشد. گپی بد نبود. منگل و کسایی که امو پروتکل بین دندغوری و دولت افغانستان اگرچه نورم یک دولت جور کرده بود فرق نمیکنه. فیصله همی بود که رای دانه‌غوری را ما واز میمونیم، طالب از دندغوری میکشیم، رای مزار امنیت میگیریم. ولی عملی نشد. باید عملا خدا حاضر شاهد است که جنرالای پاکستانی موضع و سنگر و دفتر و دیوان دندغوری جور کرده. از اموش کار شده از شمزونی شمال و شمال شهر. خوارا گوش کنید. خوار پیشتر صدای قندوز میکشیدی. ای خوار صدای قندوز تو میکشیدی، ولی من گپ تر میگم چرا گوش نمیکنی؟ تو قصه خودت نکن خوار. تشکر. گپ اینه که جناب رئیس بلیاز خدا اینمی یک تصمیم بگی، هیئتی دارید، رئیس کمیسیونا یک 4 تا از سفیدای امی پارلمان غیر رئیس جمهور بیشی گپ بزن، غیر رئیس اجرایی گپ بزن، تیارای تا بگو بند بکو. اگر رئیس جمهور، رئیس اجرایی، اگر این دولت این مردم افغانستان تو با امریکا با پاکستان فروخته، مردم افغانستان خود نمیفروشه. با قانون جوړول د کستا وظیفه کشتن، یعنی که کشتن ده خو بیا ورسه په پولیسو په اردو په دو کې ورسه ته باید دلته وای تا دلته وکالت څه کوو. دغسې موضوعات باید زموږ وکیلان خپلو خبرو ته پام وکړي. دغسې موضوعاتو ته باید اشاره ونه کړي چې اقلا کی کړي کی نه بیا دلته راسي په واضح ووایي که من 9 نفره کشتم. دا زموږ ستاسې حق دی. قانون موږ ته دا حق راکړی دی د وژلو. په کوم اساس اوس نو اسناد وړاندې که، په کوم اساس د هغه طالب اسناد وړاندې که او خپل د کشتن اسناد دې وړاند که او هغه ماده وړاندې که چې ته حق لرې چې ته مسلح وجنګېږې. ته وکیل د پارلمان یې، قانون جوړونکی ته نه په اردو کې وې، نه په پولیسو کې وې، نه په بل چا کې. تشکر. بین ایماق صاحب نام شما را نگرفته، نام نگرفته.
مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. خوار عزیز، ما از افغانستان هستم، افغان هستم. نه پاسپورت پاکستانی دارم، نه امریکایی دارم، نه انگلیس دارم، نه روسی. سر خانه ما طالب تعرض کرده، دولت سوالی ما طالب تعرض کرده. جنگ کنم یا نکنم؟ بگریزم از وطن بگریزم؟ مثل ارگ نشینا واری همیاله 60 پاسپورت ویزه امریکایی زده ارگ میشید. با شمولی بعضی کسای دیگه. ما هنوز صدای خود نکشیدم. برید از سفارت امریکا پرسان بکنید که از جمعی رئیس جمهور 60 پاسپورت ویزه یک ساله گرفتن که کابل هم سقوط میتن. کابل به خدا سقوط میتن. شمال سقوط دادن. ولایت های طرف پکتیا را هلمند ببینیم شمال سقوط میکنه یا نمیکنه. ما وظیفه ما است که از خاک، از خانه خود، از بچه خود، از ماکل خود، از وطن خود دفاع بکنم. قاتل نیستم، قتل نکردم. دفاع از وطن وظیفه یک افغان است. مهربانی مولوی صاحب. حنفی صاحب بفرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر ایماق صاحب. صحبت شما را حتما رئیس جمهور و همچنین رئیس اجرایه استماع کرده. در این رابطه حتما تصمیم خود خواهد گرفت. در رابطه با تیاری که جناب ایماق صاحب عنوان کرد، کمیسیون اختصاصی، کمیسیون دفاعی امنیت داخلی میتونه ارگانهای کشفی و امنیتی را دعوت بده